سلام دوستان، وقتتون بخیر. یه روز خوب، یه روز بی استرس برای همتون آرزو میکنم. دوستان اومده بودم سر مزار یه سری از دوستا، آشناها، همشهریایی که اینجا بی سر و صدا خوابیدن. یاد یه حرفی افتادم از یه سری از آدما که وقتی من با یه سری از آدما حرف میزنم میگن علی زندگی خیلی مفت و بیارزشه وقتی میدونیم که قراره بمیریم. ولی من بهشون میگم نه، اینطوری نیست. زندگی اتفاقا خیلی با ارزش و زیباست وقتی که میدونی قراره بمیری، چون بهمون یه فرصت داده تا نهایت استفاده رو ازش بکنیم. حالا اینکه بعضیامون بلد نیستیم از این فرصت استفاده بکنیم تقصیر کسی نیست. ما آدما یه نقطه مشترک با هم داریم که قراره هممون اینجا همدیگر رو ملاقات کنیم، اینجا کنار هم باشیم. اینجا کسی نمیگه این محرم منه، این نامحرم منه، بخوابم نخوابم، پامو جمع کنم، بهش احترام بذارم، غیبتشو بکنم، خوبیاشو بگم، بدیاشو بگم. نه دیگه، تموم شد. اینجا قراره کنار هم زندگی بکنیم. ولی برعکس قراره زیر خاک همدیگه رو ملاقات کنیم. میدونید دوستان، زندگی مثل یه تیکه طلاست. یه تیکه طلا بهت دادن، گفتن میتونی نهایت استفاده رو ازش بکنی، هر کاری دلت میخواد تو این دنیا انجام بده. ولی گاهی تصمیم میگیریم این طلا رو چیکار کنیم؟ توی جیبمون بذاریم، نکنه ازمون بگیرن، نکنه ازمون بدزدن، نکنه ازمون قرض بخوان، امانت بخوان، یا نکنه مجبور بشیم کار یکی رو راه بندازیم، یه گره کسی رو باز بکنیم. گاهی وقتا استرس داشتن اون طلا اصلا نمیذاره بدونیم ما طلا داریم. ولی یه روزی برسه اون طلا رو از جیبمون در بیاریم، ازش برای رسیدن به آرزوهامون، به آرزوهای دیگران استفاده کنیم. مهم نیست یه روزی قراره بگیرن ازمون. خب من تا اون روزی که دارمش ازش استفاده میکنم، زندگی میکنم. زندگی مثل همین قبرستونه، آرام، بی سر و صدا و در سکوت کامل. شاید خیلی از اینا رو ما نشناسیم، ولی میرم نزدیکتر یک سریاشون رو خوب میشناسیم. غلام عباس رستمی، برات رحیمی، خیلی همون میشناسیم، خیلی ها خاطره داریم باشون. اینها طلاهایی بودن که استفاده شدن. تمام، فرصت از دستت گرفته شد. ما هر روز یه فرصت جدید داریم، ولی بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. دوستان این سنگا رو خوب نگاه کنید. یه روز قراره یه سنگ سیاه با یه آیه قرآن و یه فاتحه و صدای این کلاغا و سگ نگهبان قبرستان و گاهی هم گذره یکی از آدمایی که توی زندگی باهات بودن.
گاهی یه روز قراره بیارنت بذارنت اونجا 10 نفر 20 نفر 100 نفر 1000 نفر نماز بخونن برات دارن بیارن با گریه 10-15 نفر و یه سریا منتظر نهار بعد خاک سپاری بذارنت اینجا. پس یه خورده آدم باش، آدم باشیم. من علی ترابی سعی کنم آدم باشم، از طلایی که بهم دادن درست استفاده کنم. من توی این قبرستون که میگردم حدوداً از مرده های سال 1380 به بالا به اینور حدوداً 50-60% رو میشناختم و میشناسم. یه روزی یه نفر دوربین به دست مثل خود من میاد و پاشو میکوبه به سنگ قبر من. پس بهتره که حواسم باشه. دوست عزیز که داری این ویدیو رو میبینی واقعا حواست باشه. زیر تابوت چند نفر رفتی، تو خاک سپاری چند نفر بودی، سنگ قبر چند نفر رو کمک کردی بذارن روی جنازش، تو قصال خونه چند تا بدن لخت دیدی، چند تا کفن پیچیدی و چقدرشون جوون بودن چقدرشون پیر. اینجا علی اکبر ترابیه. شاید آخرین بار پارسال به قبرش یه سر زده باشن. عموی خود من. اینجا علی شمسی پور. نمیدونم آخرین بار کی سر زدن به این سنگ قبر. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و تمام کسایی که اینجا خوابیدن. دوستا خیلی از این قبرستان آدماش آشنان. پیدا نکردم خیلی آشنا، یعنی دیگه وقت نکردم برم دونه دونه سنگا رو نگاه کنم تا از کسایی که از هم ولایتی های خودمون دوستان خودمون هستن پیدا بکنم. ولی آدمایی رو من میشناسم تو همین قبرستون که از سال 1240 فوت شده. خیلی سخته. تنها خاطرشون یه سنگه که ازشون مونده. قول میدم که حتی نوادگانش هم امروز نمیشناسنش. مواظب خودت باش. یا خدا، دیدید من قرار بود همینجا با همین سنگ قبره بخوابم کنار همین مرده ها. خیلی خوب، موفق باشید. به ماشین، خونه، کار، زندگی، جوونی، هیکل درشت، صدای کلفت، سیبیل کلفت نناس. این خاکو میبینی؟ درختم نمیتونی باشی ها، چون اون ریشه داره، تو دیگه نداری وقتی بمیری. مواظب طلای امروزت باش.